گناه کردن و دوست نداریم، والا بلا بعدش هم پشیمون میشیم. مشکل سر چیه؟ اراده ترک گناه نداریم. اینو خب جلوشو بگیریم. یکی از اصول اصلی اینه که ما باید این وسط بیم یه کار دیگه بکنیم. مشکل یه چیز دیگه است. شیطون رو نمیشه بهش بگی با من کار نداشته باشه. اصلا امکان نداره شیطون با شما کار نداشته باشه. زمانی با تو کار نداره که تو دیگه ازش زدی جلوتر. سوال پرسیدن، یکی از سوالا این بوده که آقا ما مارمزون دست شیطان بسته است، اما مارمزون هم داره پدرمون رو در میاره که میگه این به خاطر اینکه دیگه سرعت و شیطان یکی شده، برنامه نویسی کرده، وارد کرده، تخم گذاشته تو دلمون، الان قلبمون به جیک جیک افتاده. یعنی شیطان هم که این نفس خودش اتوران بلده دیگه، کارشه، تربیت شده. ما بیایم یه کار اساسی انجام بدیم. شیطان سر جا خودش است. گفتیم وقتی با ما دیگه کاری نداره ما از اون زدیم جلوتر. ما بیایم یه کاری کنیم. شیطان که دست اندازی میکنه، گفتیم از ما بندوبیل آویزونه، اینا رو چیکار میکنه؟ میگیره. بیایم چیکار کنیم؟ این بندا رو باز بکنیم. محمل کار شیطان چیه؟ نفسه. ما باید رو چی کار کنیم؟ نفس کار کنیم. تموم میشه ماجرا. و این که میگن جهاد اکبر مبارزه با نفسه، ما الکی نیست واقعا. اون جهادی که میره قتال طرف میکنه اون جهاد اصغره. جهاد اکبر واقعا مبارزه با نفسه. ما دو نوع نفس هم داریم، مثبت و منفی. اصلا نگاه به نفس مرکبه. گفتم شما میتونی مرکب رو تربیت بکنی، میتونی چیه مرکب چموشی هم باشه که ببرد این ور اون ور بزنده. مقصر خودتی، تربیت نکردی، رامش نکردی. اون نفس مثبت که از فطرت نشأت میگیره و اون نفس منفی که از غریزه نشأت میگیره، شما باید ببینید که آقا ما غریزه رو هم نفی نمی‌کنیم، غریزه هم مقبوله برای در نگاه یک مسلمان و باید ارضا بشه درست، اما عقل حاکم باشه. به مرحله شما میرسی، الان روششو میگم، به مرحله میرسی که نفس شما جواب نه به شیطان میده. به مرحله میرسی که نفس شما جواب نه به شیطان میده، چون تحت تربیت عقل بوده. چون عقلتون اون رو تربیت کرده، خود نفستون به شیطان میگه برو بکار، برو بکار، برام داستان درست نکن، تو برو. اولین کاری که باید کرد چیه؟ اصل رام کردن نفس. باید این اسبه رو، این سمند سرکش، این مرکب سرکش رو باید چیکار کنیم؟ رامش کنیم. ببینید ما نفسمون کاملا با شرطی سازی مطابقه. این ماجرای پاولوف دیگه. پاولوف میرفت به سگش غذا بده. این سگ پاولوف معروفه تو روانشناسی شرطی سازی. میرفت غذا بده و بعد این نگاه کرد این سگی چرا شور همینجوری بزاقش میریزه. دی فهمیدین غذا رو فهمیده دیگه، این سگه شرطی شده. یه بار کار دیگه ای داشت، غذا نمیخواست بره، برق رو روشن کرد، دید شور همینجوری داره میریزه. گفت این قاطی که نکنه میخواد خود ما رو بخوره، چی اینجوری شده؟ فهمید چون هر بار غذا رو میبرده برقم روشن میکرده، این بار به برقم شرطی شده. من اینو به شما بگم، نفس انسان میشه شرطیش کرد، یعنی کاملا ازش سواری گرفت. ما خیلی از بحثای شرطی شدن همون چیزایی است که شما بهش میگید عادت کردن. عادت میکنی با غذا نون بخوری، خیلی هستن عادت میکنن نمک حتما باید بزن. اصلا دیدی غذا رو مزه نکرده ها، اول نمک میپاشه. این شرطی شده، عادت کرده. یک کلام مؤمن به هیچ چیز عادت بگید نمیکنه. پس چیکار کنیم؟ حالا بهتون میگم. از چیزای کوچیک شروع کنید برای جلوگیری از گناه ها. از چیزای کوچیک شروع کنید. اجازه ندید نفستون، همون عادته، همون خواستنه، بهتون دستور بده. داری تخمه میشکنی، تخمه که میدونی وقتی میشکنی کی ولش میکنی؟ تا پدر الی یوم القیامه، همون تا موقعی تموم بشه. ببین اینه، باید از چیزای کوچیک‌تر شروع کنی، چیزی که دوست داری. مثلا داری تخمه میشکنی، نگاه کن ببین تا اینجا اومدی، دیگه نمیخورم. همینم نمیشکنی ها، نه اینو بشکنم بعدش تمومه ها. تا اینجا اینو نمیشکنم تا یه هفته خداحافظ تخمه. آقا داری یه بازی انجام میدی تو گوشیت، تا 3 روز خداحافظ. فهمی چی شد؟ تا بعد 3 روز خاصی بازی کنه. ببینم این آروم دقت کنید، نفست به یه نتیجه میرسه، به این نتیجه میرسه زیاد باهات ور نره تو خواستن چیزی، چون نتیجهش چیه؟ نتیجهش تحریم یه چیزه.
نفست به این نتیجه میرسه ها، کامل به این نتیجه میرسه. به هیچ عادت نکن، حتی به ذکر نمازت، به ذکر مستحب نباشه. همیشه تو رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، یه هفته بگو سبحان الله سبحان الله اونجا که میشه عوض کرد، نه که ذکر واجب. مؤمن به هیچی عادت نمیکنه. اگر از همین چیزای کوچیک تخم شکستن شروع کنید. آقا با غذا عادت داری آب بخوری، میگی من با غذا آب نمیخورم، عادت دارم. به خدا شدنی اینقدرم آسون اصلا سخت. شروع کنه همین فردا. آقا ما مثلا یه آدمی مثلا اون لحظه میخواد بگی مثلا یه 5 دقیقه دیگه بخوابم، 5 دقیقه واقعا هیچی رو کم و زیاد نمیکنه خدایش. بگو گور پدرت الان پا میشه. آروم آروم شما میبینی نفست یاد میگیره جلوت وای نسته، برعکس متمایله بهت. هوات هم داره. چرا؟ چون دوست نداره سختی بکشه. فهمیدی چی شد؟ نفس دوست نداره سختی بکشه که بهت تمایل میگه هرچی تو بگی باشه. بهت دیگه پیشنهاد نمیدینه بخور. یه مثال بزنم تا خوب جا بیفته. ما رمضونی مگه قبلا عادت نداشتی مثلا از خواب بیدار میشم حتما یه لیوان چای رو باید بخورم؟ با چی شد ما رمضونی؟ با لغت زدی زیرش. عجب. حالا فهمیدی اثر روزه چیه؟ اثر ما رمضون چیه؟ شکستن همین عادت هاست. این خوشگلیشی که اصلا اراده قوی میشه. ما گفتیم گناه کردن و دوست نداریم، والا بالله بعدش هم پشیمون میشیم. مشکل سر چیه؟ اراده ترک گناه نداریم. یعنی چی؟ برای اینکه اسممون جفت، این نفسمون جفتک میندازه. اینو خب جلوشو بگیریم. اجازه ندید نفستون همون عادته، همون خواستنه، به تو دست بده. عقل حاکم باشه.